بچه بیاین براتون یه دونه جوک بگم. یه روز یه آقا دزدی رفته طلا بدزده. خب بعد دیده اونجا پرواز داره، رفته به زنگ زده گفته آقا اینجا یه دونه پرواز داره، بعد بیاین منم دستگیر کنیم با دوستام. به نظرتون خنده دار نبود؟ بعد بیاین براتون یه جوک دیگه بگم. یه روز یه مرد داشته راه میرفته، بعد رفته پاش گیر کرده به تناب، بعد خورده توی یه نفری که پرواز میداده به دوستاش. بعد ازش پرسیده آقا شما پرواز دارین؟ همون آقایی که داشت اول راه میرفت گفته آره پرواز دارم، چطور؟ بعد به 110 زنگ زده گفته آقا بیا اینجا یه نفر پرواز داره. بال بندگی نه؟ قبول دارین بچه؟